سلام دوستان، وقتون بخیر. امیدوارم حالتون عالی بوده باشه. بریم سراغ تعدادی اصطلاحات مهم و کاربردی برای مکالمه کردن. نگاه کن، این اصطلاحاتی هستن که ما میتونیم برای تشکر کردن از طرف مقابل استفاده کنیم. قبل اینکه بریم سراغ اصطلاحات، حتمی لایک و سابسکرایب یادت نره که ما به حمایت شما نیاز داریم. خب بریم سراغ اصطلاحاتمون رو به ترتیب بخونیم. تشکر به معنی سپاس، تشکر. مورد بعدی ساول به معنی که ممنونم یا ممنون. ساولون یعنی ممنون از شما، یکم رسمی تر از ساول هستش. مورد بعدی تشکر تشکر میکنم. از تشکر رسمی تر هستش و حالا بیشترم استفاده میشه. مورد بعدیش تشکر ادریم، تشکر میکنم. مورد بعدی تشکرلر، خیلی متشکرم، خیلی تشکر میکنم. خب پس به ترتیب بازم از روشون براتون تلفظ میکنم، به دقت گوش کنید. خب از روشون براتون تلفظ میکنم دوباره. تشکر ساول، تشکرلر، تشکر ederim، تشکرلر. بریم سراغ تشکر کردن ها و ادامش. minnettarım، یعنی خیلی حالا بی نهایت تشکر میکنم، بی نهایت تشکر میکنم. minnettarım، خیلی تشکر میکنم ازتون. خب به ترتیب مورد بعدیش سپاس از توجه شما. ilginiz için teşekkür ederim، سپاس از توجه شما. ilginiz için teşekkür ederim، سپاس از توجه شما. مورد بعدی دستتون در نکنه. پس میگه دستتون در نکنه. elinize sağlık، دستتون در نکنه. elinize sağlık. پس دوستان اینا رو حتما تمرین تکرار کنید. حالا اصطلاحات بسیار مهم و کاربردی هستن در حالا امر تشکر کردن. خب من یک بار دیگه از روشون تلفظ میکنم براتون. çok minnettarım، بی نهایت تشکر میکنم. ilginiz için teşekkür ederim، سپاس از توجه شما، از توجه شما رو تشکر میکنم. یا مورد آخرم elinize sağlık، دستتون در نکنه. خب حتما اینا رو یاد بگیرید. هر جا هر سوالی داشتید از خودم بپرسید. حتمی لایک و سابسکرایب یادتون نره که ما با حمایت شما پیشرفت میکنیم و در ادامه با کلی ویدیو جدید در خدمتتون خواهیم بود.